خوبو؟ ها؟ خوبو مثلا ویساشو؟ خوبه من شاید دیش کردم اینیا نیزی قلوه یعنی مغولی عام یعنی نه تچیش مره واسه این نبود یا جیکت میگم باریشی کردی آی رمضانی در فیلم دویری گیرو خسته نباشی. منم از زیاد این غذایی که امروز داری درست میکنی چیه آقایان؟ اما تو زدی این غذا اول چربیشو میندازی تو قابلمه بله. آب که شد که پیاز میریزی داخلش پیاز قرمز میشه دیگه با هم دیگه قرمز میشه بعد گوشتشو میریزی داخلش آتش میریزی زیرش و به مرور زمان سرخش میکنی خب سرخش کردی بعد عدو و نمک بهش میزنی به مرور زمان خوردش برو پخته بشه. وقت مواد اولیش چیه که مواد اولیه که دیگه گوشت اولش پیاز و دنبه چربی گوشت گوسفند آها این حلقه شد دیگه گوشتش میریزی قرمز میشه و سرخش میکنی. وقت اسم این غذا چیه؟ این بهش میگن تاس کباب یا پیتا معروفه به تاس کباب زبان محلی پیتا به زبان محلی هم پیتا بهش میگه. بله زبان ورزنه میگن پیتا اما فارسیش تاس کباب اون تاس کباب فکر کنم سیب زمینی هم داشته باشه این دیگه سیب زمینی نداره این گوشت خالصه. سیب زمینی که بریزی شیرین میشه گوشتش مزهش از دست میده. این دیگه بدون سیب زمینی بدون گوجه فقط عدوه خلام بکی از اصلا بکی بسش از اصلا آتش بذار زیرش دار دیگه زنده باد آقای قطبی. پیری میکده آشپزه نمونه گرو بشیرش نتا اوه قولی و اصلا نمکنش دیگه گو ابی نه نمکن زنه نه خال بودو بکریم گاغلن کیه گاشن باشین بودو تکه